میگه که من مشتاق تهجد هستم که تهجد بخوانم، بیدارم میشم ولی خسته نمیتونم که تهجد بخوانم. باز ما برش گفتم که گناه نمیکنم. اثرات گناه انسان شل میکنه، انسان گرنگ میکنه. حلاوت و شیرینی عبادت در کامت باقی نمیمانه. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمود اونایی که به معصیت گرفتارن یکی از اثراتش امی است که نمیتونه نماز تهجد بخونه. و کسی پیش شکایت کرد که من نمیتونم تهجد بخونم، گفت تو رو گناه بسته کردن. اینا رو اونایی که میگه تهجد میخوانیم ساعتم کوک میکنن در یک ساعت مشخص، اما ساعت که آمد ساعتم زنگ میزنه بیدارم میشه، پس خاموش کرده بالای سر خود میمانه. این گناه نمیکنه.